سلام، باز دوباره من اومدم، حمید جوکار از قلب قبرس شمالی. تنها صفحه رسمی که قرار تمام حقایق و خوب و بد قبرس شمالی رو براتون بگه، مخصوصاً از بدیای قبرس. یه لایک خوشگل، یه انرژی، بریم ویدیو رو با هم ببینیم. قسمت اولی که میخوام باهاتون در اشتراک بذارم، آیا سرمایه گذاران خارج از ایران توی این کشور بیان یا نیان؟ آیا این کشور مقصد خوبی هست برای سرمایه گذاری یا نه؟ چه حجم پولی من میتونم وارد این کشور یعنی که قبرس شمالی کنم و توی 2 سال، 3 سال، 4 سال چقدر من میتونم از این پولی که آوردم به اسم سرمایه گذاری میتونم سرمایه‌مو، یعنی در واقع اون اندوخته‌ای که اون سرمایه گذاری به من داده، برداشت کنم. یکی از اشتباهاتی که متاسفانه دوستان عزیز و هموطنای ما از توی ایران میکنن این هست که فکر میکنن خرید ملک زودبز هست. یعنی میخرن از این ور، 1 سال، 2 سال، 6 ماه اومد بالا، بعد میبینن توان پرداخت اقساط رو ندارن، میگن خب ملک ما رو بفروشید برامون. این دقیقاً اوج ضرر هست. یعنی اینی که شما از هر کشوری که هستی، حالا چه ایران عزیزمون، چه اتریش، چه کانادا، چه آلمان، چون که ما سرمایه گذاران ایرانی زیادی داریم که از آلمان و اتریش و دانمارک میان اینجا سرمایه گذاری میکنن. شما اگر سرمایه گذاری کردی 3 سال، 4 سال، 5 سال تا این ملک آماده نشده، فکر فروشش را نکن. تو هر مقطع زمانی که ملک شما، حالا با قول خودمون توی ایران، روی اسکلت باشه، روی سازه باشه، بخوای بفروشی، شما روی اون ملک ضرر میکنی. یکی از علتایی که من توی این اینستاگرام نتونستم زیاد فعالیت کنم این بود که همکارا گفتن تو چرا اینقدر حقایق قبرس را بازگو میکنی؟ بذار آقا مشتری بیاد خریدش انجام بده بره. و به خاطر همین مجبور شدم بیام توی این پلتفرم یوتیوب فعالیت کنم، هر آنچه را اینجا میبینم خوب و بد بریزم بیرون. آقای عزیزی، دوست عزیزی که از هر نقطه کره خاکی میخوای بیای اینجا سرمایه گذاری کنی، فکر نکن توی 2-3 سال میتونی سرمایت رو چندین برابر کنی و از این کشور خارج کنی. به خدا اینجوری نیست. شما اینجا بیا یه ملکی را بخر، حالا مثلا من میگم 100,000 پوند، 50,000 پوندشو الان بده، 50,000 پوندشو توی 3 سال، 4 سال، 5 سال پرداخت بکن. کلید واحد را هم از همون روز اول ما تحویل به شما میدیم، یعنی در واقع با کمپانی ها قرارداد داریم، کلید واحد را تحویل شما میدن. بخشی از اجاره رو با اقساط پرداخت بکن. گوش بده، نگاه کن، بعد نگی آی جوکار تو چرا به من گفتی اجارت از اقساط میدی؟ قشنگ یکم ویدیو بزن عقب. بخشی از اقساطت رو با اجاره ساپورت بکن. اوکی؟ بخش دومیش هم، حالا من نمیدونم توی هر کشوری که هستی، حالا درآمد یورویی داری، درآمد دلاری داری، میتونی توی 5-6 سال ساپورت کنی. زمانی که ملک شما آماده شد، خواستن این ملک را بدن، اقساط شما تموم شد، ملک شما تقریباً سالانه بین 10 تا 15% رشد کرده. خب اون موقع میتونی ملکتو بفروشی و یه سرمایه گذاری به قول معروف خوبی انجام دادی. اما میگم چرا ایرانی ها به چالش میافتن؟ وعده و وعیدهای دروغین هست که از اینجا، از توی قبرس شمالی بهشون میدن تو پاشو بیا اینجا یه خونه بخر. چقدر داری؟ 100,000 پوند. 100,000 پوند چرا یه دونه بخری؟ بابا بیا 3 تا خونه بخر، بیا 2 تا خونه بخر. من 2 تا خونه برای تو میخرم، تو خیلی راحت، ببخشید من تلفنم زنگ خورد فکر کردم صدا قطع شد. تو خیلی راحت به قول معروف هم اقساط میدی، هم نمیدونم هر جایی هم نتونستی ما این ملک رو برات میفروشیم. خب این یعنی چی؟ یعنی ملک اینجا روی اسکلت هیچ کس از شما نمیخره.
و ضررن در ضرر میشه. اگر دوست داری واقعیت و حقایق قبرس شمالی رو بدون به قول ما شیرازی ها یه خال کم و زیاد بشنوی، من شماره واتساپ رو اینجا گذاشتم باهاتون. حالا یا از اینجا یا از توی اینستاگرام یا از توی صفحه رسمی من به من در ارتباط باشید. خدا شاهد هر آنچه خوب و بد قبرس هست من با شما به اشتراک میذارم. اصلا مهم نیست که شما بتونی اینجا سرمایه گذاری کنی یا نکنی، ولی جوری آگاهت میکنم که اگه یه روزی اومدی اینجا قبرس، همینجا میبینی اینجا یه کافه‌ایه، همینجا توی همین کافه بریم بشینیم با هم یه قهوه بخوریم. دوستتون دارم، خیلی خوشحال شدم. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.